سلام دوستان من. خب یکی از ترفندایی که ما برای خنک کردن آکواریوم استفاده میکنیم که از فن استفاده میکنیم که خب دیدید دیگه فنا میان این کنار روی شیشه میشینن و جریان هوا ایجاد میکنن. از استحکاک هوا با سطح آب آکواریوم خنک میشه که خب میدونید دیگه اون در واقع حرکت کردن هوا، چه هوای گرم چه هوای سرد، باعث تبخیر آب میشه از اون استحکاک و آب رو خنک‌تر میکنه و دمای آب رو میگیره. حالا فکر کنید یه وقتی ما فن نداریم و اصلا ابزار، حالا مثلا چیلر نداریم برای خنک کردن، یکی از ترفندایی که میشه یه وقتایی یه مقدار دمای آب رو آورد پایین اینه که ما اون استکاکر رو از توی آکواریوم ایجاد کنیم. یعنی چی؟ یعنی ما بیایم جریان سطحی مثلا با موجساز، مثلا با خروجی فیلتر سطلیمون یه مقدار جریان سطحی رو از داخل آب ایجاد بکنیم، به جای اینکه هوا روی سطح آب بچرخه آب از پایین رو سطح هوا بچرخه و این در واقع اتفاق استحکاک ایجاد بشه و یه مقدار آب رو خنک‌تر میکنه. این هم یکی از اون ترفندایی بود که حالا تو یکی از ریلزا پرسیده بودم ازتون. با این روش یه وقتایی میشه آب آکواریوم رو خنک‌تر کرد. در واقع قضیه رو برعکسش میکنیم دیگه، به جای اینکه هوا رو سطح آب بچرخونیم هوا ثابت باشه آب رو بچرخونیم. منتها یه آسیبی که میزنه اینه که بچه‌ها اینو حالا خیلی تو آکواریومایی که CO2 دارید جدی و زیاد انجام ندید، چون باعث پرت CO2 تون میشه و جریان زیاد مشکلات خاص خودش رو هم داره. یعنی جریان سطحی خیلی ایجاد نکنید، باعث میشه که این مقدار CO2 تو آکواریوم سریع پرت بشه و اکسیژن بیشتری تو آکواریوم ایجاد بشه که خب اونم باز آسیبای خودش رو داره. تانکتون سرسبز و دلتون خوش.